أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. دولدار کنک بیتک په مردم دوست دارگ دلتبین چیزانی که آجنینند. حب الشهوات، چه شهواتا بزن هما چیز که انسان فطرتا آیان دوستی هستن مرادند. شهوات هما چیزان بشن که انسان فطرتا آیانی که را دوستی هستن. زین للناس حب الشهوات، دولدار کنک بیتک په مردمان دوست دارک دلتبین چیزانی من النساء که آجنینند والبنین و مردین چوکند والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة و قرتتگین و جمکتگین کودکتگین خزانه اند، چه طلاها و نگره والخیل المسومة و نشانداتگین اسبند والانعام والحرث و دلوت و گنگدام و چارپادند و کشت و کشارند. ذلك متاع الحیات الدنیا، یہ دنیای زندگانی سامانند. والله عنده حسن المآب، و الله گورا هستن شرطرین جاگه. سبحان الله. و الله گورا هستن چشان، بلکه اینچه یه چیزان که شما آیان دوست دارید، سگ و آیان شما که را دول دارند، شما دلت تبایند، چوک جنینند، چوک مردین چوکند، چوک کود کتگین خزانه اطلاها و نگره ها و تچوکین اسبند، نشان داتگین اسبند و رمگ و دلوت و چوک پس و میش و کشت و کشارند. یه دنیای زندگی سامانند. ذالک متاع الحیات الدنیا، یه دنیای زندگی سامانند. والله عنده حسن المآب، و الله گورا هستن شرطرین جاگه. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، بگش که آیا من شما را بگشان گود چه ایشان شرطرین چیزانی بابتا. سبحان الله. که بلکه ای جنینا و ای خزانیان و طلاه و نگریان و کشت و کشاران و باغ و مچان، ای درستین چیزان من شما را بگشان که شرطرین چیزانی بابتا هم شما را خبر بدهیم. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهرة و رضوان من الله والله بصیر بالعباد. فهمایان که آیان پهریزگاری گیتین کتگ ما دنیای سرا الله حکمش من نتگن و تش گناهان دیر داشته. الله حکمان و آیاتان منوک بیتگند، مؤمن بیتگند. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری. فهمایان که آیان پهریزگاری گیتین کتگ آیانی پروردگار گورا باغ هست که رنبن چه آیانی چیرا شهجو مزنین جو چه آیانی همه باغان چیره رنبن خالدین فیها دائم مانه مودا و ازواج مطهره و جنی هست سکین پاکین
مطهرین، پاکیزین، پلگارین. یه دنیای جنین مریض بند، نادراه بند، ناپاک بند. بله آد بهشتا نیکین جنینند و پاکین جنینند. اید جنین رد ورند گناه کنند، ود جنین پاکین و بیگناهین و پاک و پلگارین جنینند، هجبر ناپاک نبند. و ازواج مطهره، و جنین هست سکین پاکیزین و پلگارین. و رضوان من الله، و الله راضی بیگ، الله رضامندی بهترین چیز همشیه که پهریزگاران دیگه بیودا. والله بصیر بالعباد، و الله زبر گندو که و تی بندیان. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هما که گوشند ای می پروردگار ما ایمان ارتگ نم ببخش فما می گناهان وقنا عذاب النار، او نگه دار ما را چه دوزه عذابا. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. هما که سگند الصابرین صبر کنند، سگو کند، و صادقین و راستینند، راستگوشو کند، راستین راه سرایند، راستین هبران سرایند. و القانتین و فرمان بردارند، الله و الله رسوله. و المنفقین و صدقه و خیرات دیو کند دیگران، چوتی مالان انفاق کنند، چه ما روزی گن که الله داتگن، بلکی آیانی وتی کچتگی نه. الله فرمایش کن که شما گمان مکنه که شما ایگن نه، یه شما نکچتگن، من شما را چوتی فضل و بخشش ها، چوتی مهربانی داتگن دیگه، بلکی هنچی مردم هسته که چه شما داناترن بل من آیان نداتر، آیان تنگ دست کتگن. والمنفقین و صدقه کنو کند، والمستغفرین بالاسحار و پهلی لوٹو کند، بخشش لوٹو کند، گرباما سهران وحدات چوتی ربا بخشش و پهلی لوٹن چوتی گناه. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. الله شاهدی داد، گواهی داد که بید آیی دیگه معبود بر حق نیست، و ملائکت و عالم هم و هر حالا وشتو که انصاف سرا قائما بالقسط، وشتو که انصاف سرا لا اله الا هو العزیز الحکیم. ابیت چه آیی دیگه معبود بر حق نیست، چه الله، ابیت چه الله دیگه معبود بر حق نیست. لا اله الا هو العزیز الحکیم. ابیت چه آیی دیگه معبود بر حق نیست. آگیش چه هر کسا هو العزیز، چه هر کسا گیشه شکست ناپذیره، هجبر شکست نوا، چه هر کسا گیشه و هو العزیز الحکیم، آگیشه چه هر کسا و خیرکاریه. ان الدین عند الله الاسلام، بیشک گیچین کتگین دین، پسند کتگین دین الله گورا دین اسلامه. یه وکا اسلام هما دینید که هر پیغمبر آوتی وحدتها مردم آیی دعوت داتک و آیی بنیاد توحیدند. نوعا گون حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دیم دیگا توام کنگ بی، کامل کنگ بی دین، و دین توام ترین رنگ همیشن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیای دیما بیان کتک. نو آخری نبی و رسول صلی الله علیه وسلم همایند که چه آیی پد دیگه هیچ نبی و رسول آد که نکند. رکگ راه، نجات راه یوکا قرآن و پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیثانی سرا ایمان آرگ و آیانی سرا عمل کنگ تهایند.
دیگه هیچ گرا نیست. راه نجات حاصل کنگ راه هیچ گرا نیست. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. هر کس که بید اسلام دیگه دینش رو حاضر بکن نو هجبر چه آیی زیرگ نبید. فلن یقبل منه چه آیی قبول کنگ نبید، زیرگ نبید. و هو فی الاخرة من الخاسرین، چه نقصان کنوکان بید آخرتا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا. با برکتی ذات هما که دیمی دا حق، با برکتی ذات هما که دیمی داد حق و باطل میان فرکنوک. فرقان یکی کلام الله مجید نامانه که حق و باطل میان فرق کلی فرکنوکند. فرقان. تبارك الذي نزل الفرقان، با برکتی ذات هما که دیمی دا حق و باطل میان فرکنوک بزن قرآن. على عبده و تی بنده سرا پیغمبر علیه السلام سرا محمد سرا صلی الله علیه وسلم گا لیکون للعالمین نذیرا تاکه ببید پهکی جهانا یک ترسینوی کی. پیغمبر علیه السلام فرمایش کو که حدیث مفهومه منا هما ذات سوگندند که منی جا همایی دسته هر یهودی و نصرانی که آمنی بابتا بشکن تو صحیح ببی سرپد ببی منی بابتا و پدا همین سرا ایمان میارید و همی حالتا بمیری آیه جاگه دوزوهند، آیه جاگه نار دوزوهند. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بقيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. و جیره نکتگ همایان اختلافش نکته همایان که کتاب ده یک بیتگند. و ما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بقيا بينهم. و جیره نکتگ همایان که کتاب ده یک بیتگند بله رنچ ایشی که که سر بیت پا آیان علم چود موت زدا. و هر کس که نمنی الله آیاتا و من یکفر به آیات الله فإن الله سریع الحساب. و هر کس که نمنی الله آیاتا برا بیشک الله زید حساب گیرد. چه یه آیت زانه بید که همه اختلاف تاواندن که آیه بنیاد دلیل سرا مبید بلکه کینگو زد و حسد سرا ببید. گرا اختلاف مردم تاواندند. یه اختلافی هستی پا دلیل پا منان که پا الله آیاتانی سرا اگر ما و شما را گو یهودیان گو نصرانیان آیا اختلاف هم شما مسلمانان مشمه اختلاف پا حسد و کینگ نه پا زده سرا نه بلکه پا ایشین که الله آیاتان نمنن پیغمبر علیه السلام احادیثان نمنند و همایان که مشرک و منافقند همایان که پیغمبر صلی الله علیه وسلم لحظی تک و گروه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم منند بله پیغمبر اصحاب و یاران نمنند بلکه موحدی مسلمانا آیان اختلاف هسته یه اختلاف از زدانه قصد و کینگانه بلکه فهمشن که الله رسول صلی الله علیه وسلم آیاتانو نمنند تو پیغمبر علیه السلام اصحابم نعوذ بالله بد دیند و اصحابانش کینگ هستن ضدش هستن. مسلمان باید این که گو آیان اختلاف بکند دیگه نه که اختلاف بلکه کینگ و ضد و حسد سرا نه به دنیای چیزی سرا. ای آیات سوره مبارکه آل عمران وانگ بید انشاءالله که الله جل جلاله ما را و شما را پیرو قرآن و
احادیث و سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم بکند. اگر کمی بی یا گیشی بی آیاتانی وانگ و رجان کنگ و تفسیر کنگ الله جل جلاله ما و شما وانو که گوش دارو کن پهل بکن که الله باز پهل کنو که این ذاتی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.